سلام دوستان، میخوام بهتون نحوه گردبافی رو بگم که برای لیف، ته کیف یا کلاه و هر چیز دیگه کاربرد داره. بعد از اینکه ما 8 تا زنجیره زدیم با پایه های کوتاه، از گره جادویی استفاده کردم. حلقمون که ایجاد شد شروع میکنیم به زدن بست. چون که ما اینجا 8 دونه داریم، پس در نتیجه این رشت باید 16 تا پایه کوتاه بزنیم. شروع میکنیم از دونه اول به زدن پایه کوتاه، به این صورت که قلاب رو توی حلقه میکنیم و نخ رو بیرون میکشیم و 2 تا یکی. این 2 تا پایه تو دونه اول. حالا دونه دوممون، اینجا دونه دوممون هست. قلاب رو وارد میکنیم، نخ رو بیرون میکشیم، 2 تا یکی و مجددا توی همین پایه یه بار دیگه قلاب رو بیرون میکشیم و 2 تا یکی میکنیم. به این ترتیب ما گردبافی رو داریم. این کاربردی هست واسه تمام بافت ها. حالا اگه لیفه یا کلاه یا کیف مد نظرتونه، این نحوه گردبافی پایه کوتاه هستش. الان ما باید 16 تا پایه کوتاه داشته باشیم. میشماریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 و کارمون رو و دونه اول یه بست میزنیم و تکمیل میکنیم. بستمون هم به این صورتی که قلابو وارد همین دونه اولیمون میکنیم، نخو میکشیم بیرون و 2 تا یکی نمیکنیم، مجددا همین نخو بیرون میکشیم. این یه دور کامل برای گردبافی. 8تامون تبدیل به 16 تا شده. واسه رج بعدش دوباره توی همین پایه یه دونه پایه کوتاه، 2 تا پایه کوتاه، تو پایه بعدی یه دونه پایه کوتاه میبافیم. باز دوباره دونه سومی 2 تا پایه کوتاه، این یک، این دو. دونه بغلیش یه دونه پایه کوتاه، یه دونه تکی. دوباره تو پایه بغلیش یه دونه پایه کوتاه و 2 تا پایه کوتاه. یعنی این دفعه ما باید 24 تا دونه داشته باشیم. به همین ترتیب ادامه میدیم گردبافی رو که کارمون جمع نشه و حالت کلاه وای نسته.